گل نرگس بیا قلبم شکسته، بیا تا گویمت از حال خسته. گل نرگس بیا دل عقده دارم، بیا که گفتگوها با تو دارم. ای صاحب ازار گل نرگس پریشان حالم امروز، میان غصه ها نالانم امروز. ز هجران رخت می سوزد این دل، آی نما بر این دل بشکست منزل. عزیز زهرا گل سرسبد عالم هستی، حبیبم نازنینم کی میایی، گل خیمه نشینم کی میایی. عزیزم مادرم چشم انتظارم، دوای درد سینه کی میایی. نمیدانم کجای عالم خیمه عزا برپا کرده برای جدد حسین، شال عزا بر تن به گردن انداخته. نمیدانم کجای عالم غریبان عزاداری میکنی. ای مظلوم عالم، ای آقای عالم، عزیزم مادرت چشم انتظارت، دوای درد سینه کی میایی. بمیرم برای مظلومیتت، همه فراموشت کرده آقا جان. هیچ کسی بر فکر امام زمانش نیست. عزیز زهرا قربانت برم سر فاطمه، قربان دل داغدارت برم. از امیر المؤمنین سؤال کردن علی جان، کدام لحظه زندگی برای سخت بودند؟ حضرت فرمود تا گفت آقا جان کدام لحظه زندگی از سخت بود برایم، اشک از چشمان مبارک علی جاری شده، اشک چشمانش جمع شد. گفت آی مردم مگر بدتر و سختتر از این می شود که مقابل دیدگان مردی همسرش را کتک بزند؟ مگر بدتر از این می شود؟ آخ دستم را بستن، فاطمه ام را کتک زدن، فاطمه ام را زدن. یا علی جان، ای آقا جان، قربان مظلومیتت برم. یا امیر المؤمنین، یک لحظه را یاد کنم التماس دعا. کدام لحظه را؟ لحظه ای که بدن زهرا را غسل داد، بدن فاطمه شو کفن کرد. خدایا غریبانه تشیع میکنن
همچنین که رسید نزدیک قبر فاطمه دیدین وقت مادر از دنیا بره میخواید بین قبر بگذارم محارمش رو صدا میزنم محارمایش بیاید مادر رو بین قبر بگذارم سلمان که محارمش نیست ابوذر که محارمش نیست محارم بیبی فقط حسن و حسین اینا هم کوچیکه امیرالمؤمنین اگر وارد خانه قبر شود کسی نیست از بالای قبر بیبی را برایش بده اگر بالای قبر باشد کسی نیست در بین قبر زهرا را بگیرد یا زهرا یا زهرا یا زهرا یک زمان دو تا دست از بین قبر زهرا بلند شد مثل دستای پیغمبر صدا زد علی جان امانتم را بده شاید امیرالمؤمنین گفته باشه یا رسول الله شرمنده ام وقتی که در شب عروسی دخترت یه امانتت را برایم دادی سالم بودد سیب خورده نبودد وقتی زهرایت را به من دادی کتک خورده نبودد صورتش سیب خورده نبود پهلویش شکسته نبود یا رسول الله شرمنده ام تازیانه خورده نبود اما یا رسول الله این مردم با فاطمه چی کردن دخترت را بین در و دیوار کردن پهلویش را شکستن ای یا رسول الله این زبان حال امیرالمؤمنین است زهرای من فاطمه زهرا جان فاطمه جان با رفتنت ای زهرا از خانه صفا رفته زینب به حسین گوید مادر به کجا رفته او خانه ای که مادر ندارد او خانه ای که مادر ندارد چراغ ندارد زهرا جان از با رفتن تو صفا از خانه علی رفتن زینب میآید حسین سوال میکنه با رفتن ای زهرا از خانه صفا رفته زینب به حسین گوید مادر به کجا رفته یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا زهرا این خانه پس از زهرا گردید عزا خانه این خانه پس از زهرا گردید عزا خانه زهرای مرا کشتن تنها و غریبانه زهرای مرا کشتن تنها و غریبانه یا فاطمه یا زهرا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم